متاسفانه یک پروژه بسیار خطرناک دیگه که تقریبا در دیگر جهان اسلام گذشته ها بود در سرزمین ما شما تازه وارد میشه، او است که منابع دینی در توسط یک عده از افراد دانسته و با یک پروژه مشخص میخواه ارزش های اصلی و جایگاه اصلیشان بسیار پایین کرده شود و این کار را، آغاز این مرحله را از انتقاد سر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکنند. شما میبینین یک پروسه بسیار گسترده در جاهای مختلف شروع شده از انتقاد سر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. شبهات بسیار مختلف را مطرح میکنند در مورد تدوین سنت، در مورد جایگاه سنت، در مورد و بعد این همیشه خلاصه نمیشه. مرحله بعدی از اونها اعتراض سر چیز؟ اعتراض سر قرآن کریم است. به همین خاطر شما ببینید چقدر خطرناک است در یک جامعه اسلامی که کسان ادعای اسلام را سر میتن و با صراحت میگن قرآن خطا پذیر است. بسیار با صراحت. این بسیار یک پروژه خطرناک است. دقت کنین ببینین الله تبارک و تعالی جایگاه قرآن را چی میگه؟ اینا میاین در مورد قرآن چه نوع قضاوت میکنن. و بدبختی زمان بیشتر میشه که اینمی مردم اول با وجود اینمی صراحت کفر که میکنن بازم در جامعه اسلامی به عنوان مسلمان شناخته میشن. از این بالاتر گاه وقتا به عنوان علما و دانشمندان اسلامی مردای از اونها نام میگیرن. این خیلی پروسه خطرناک است و الله تبارک و تعالی به همین خاطر در هر شما در قرآن کریم اگر دیده باشین معرفی که خود قرآن از قرآن میکنه در بالاترین حد جایگاه قرآن بالا میبره و محترم هست. هیچ کتاب بالاتر از قرآن نیست و هیچ کلام قاطع‌تر از قرآن نیست. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا و قول الفصل است. دقت کردین؟ اما خیلی از مردم میاد چی میکنه؟ اول به خاطر نقض اعتبار منابع اسلامی آغاز کارش از حمله به علای سنت شروع میشه. و متاسفانه ما شاهد از این هستیم که در خیلی از جامعه ما شما توسط خیلی از افراد حمله به علای سنت بسیار ظالمانه جریان داره و اشکال مختلفی. روایات معتبری را که امت در مورد درست بودن از اونها اجماع داره اونها را به اعتبار میکنن. و جالب است که این کار توسط کسایی هم صورت میگیره که در پایین ترین حدی از دانش علمی قرار ندارن. خیلی از کسا را ببینین هنوز سند لیسانس خودم نگرفته میاد در مورد بخاری نقل میکنه، میاد در مسلم نقل میکنه، کاملا تو موارد کل سنت رد میکنه. باز کم کم میاد اعتراضشون سر چی؟ میاد سر آیات قرآن کریم. فلانی آیه قرآن کریم غلط است، فلانی آیه قرآن کریم غلط است، فلانی شت شده، فلانی دیده باشین دیگه. کسانی که در صفات اجتماعی باشن بیشتر این مصیبت ها را میبینن. خیلی از مردم تصور میکنه این بدبختی است که امی کار را باز به نام دین میکنن. برای از اینکه ما آمدیم اسلام را به زعم باطل و پوچ شیطانی خود میگن که ما اسلام را از خرافات دور میکنیم که توسط چیز به نام حدیث در اسلام وارد کرده شده. این ترفند شیطانی در همینجا خلاصه نمیشه و به اصطلاح ایستگاهش همینجا نیست که تنها از انتقاد بالای احادیث توقف بکنه. این را باز در مورد قرآن کریم میانه. به همین خاطر شما اگر دقت کرده باشین کسانی که امیر رقم نگاه دارن و امیر رقم اندیشه و تفکر دارن اونها کم کم گپشان از گاه وقتا از دریچه الحاد بیرون میبره. علت اساسیش هم است که عده از کسان پروژه‌ای دانسته و عده هم شاید ندانسته دنبال رو از اونها باشن که ارزش‌های ایمانی و معیارهای اساسی که بنده مؤمن بر مبنای اون معیارها باید قضاوت کنه امیر به اعتبار میسازن. حالا ما گفتیم اساس ایمان هم است که ما بر مبنای آنچه قرآن گفته باید قضاوت بکنیم، یعنی معیار قضاوت ما قرآن است. وقتی یک کس همین معیار قضاوت ما را به اعتبار ساخت دیگه چیزی از اسلام باز باقی نمیمانه. انسان بر مبنای چی قضاوت بکنه؟ بر مبنای عقول ضعیف خود قضاوت بکنیم. هر کدام ما یک قضاوت خاص داریم. اصلا مؤمن همین معنا را میده، کسی که به الله تسلیم شده باشه. مسلمان همین مفهوم داره که قضاوتش بر مبنای قضاوت قرآنی است. با آنچه الله قضاوت کرده تسلیم است. مفهوم ایمان اسلام همین است. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. و پروردگارتان قسم که شما مؤمن نیستین تا زمانی که آنچه الله و پیامبر فیصله کرده امور قلبا تسلیم نشده باشین به. مفهوم ایمان همین است اصلا. پس ایمان همین معنا را میده که تو بر مبنای معیارهایی که در قرآن و سنت گفته شده بر مبنای همین معیارها قضاوت بکنی. وقتی این معیارها اعتبار خود از داد دیگه بساط چی قضاوت بکنی؟ مفهوم ایمان دیگه چی معنا داره؟ الله متعال در جای دیگه میگه که و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. برای هیچ مرد مسلمانی و زن مسلمانی هیچ اختیاری نیست در آنچه الله و پیامبر فیصله کرده. بنده مؤمن اختیار خود کاملا به الله و پیامبر میده. آنچه اونا گفتن حق میگه حق، آنچه اونا گفتن باطل میگه باطل. آنچه الله و پیامبر میگه حق و باطل این مطابق عقلانیت انسانی هم هست. اما ما چرا میگیم خود نفر حق نداره قضاوت بکنه؟ به خاطر اینکه او احتمال خطا نداره.
به همین خاطر در قرآن کریم در هیچ جا الله تبارک و تعالی عقل سرزنش نکرده، بلکه هوای نفس سرزنش کرده و کفار را به خاطر از سرزنش میکنه که از عقل و تفکر سالم بهره مند نیستن و استفاده درست نمیکنن. پس هرگاه به عنوان مثال اما کسانی که در مقابل دین قرار میگیرن ظاهرا میگن ما از عقل گپ میزنیم. هرگاه کسی با ادعای عقل که در اصل هوای نفس است در تقابل با قرآن و سنت گپ میزنه، کدام از این باید ترجیح بدیم؟ همیست که قرآن و سنت معیار هست برای قضاوت کردن.